لمتى سنظل رقودا نغرق في النوم ونشخر وعن الآذان. موافق تعلیمات اسلامی صدقه و خیرات قاعده های خاص خود را دارند که مهمترین آنها رعایت شدن حق صدقه گیرنده هاست. فهرست کسانی که پیش از همه به گرفتن صدقه نافله یعنی غیر زکات حق دارند در قرآن کریم چنین معین شده است. خداوند متعال در قرآن فرموده است: نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مغرب بگردانی، بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز آخرت و فرشتگان و کتاب‌های آسمانی و پیامبران ایمان بیاورد و مال خود را با وجود دوست داشتن آن و نزدیکان و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران و در راه ماندگان و سائلان یعنی گدایان و برای آزاد کردن بردگان صدقه کند و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد. سوره بقره آیت 177. دوم، خداوند در قرآن فرموده است: ای پیامبر، از تو میپرسند که چه چیزهایی را صدقه کنند؟ بگو از مال حلال و پاک خود و پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مسکینان و به مسافران و در راه ماندگان صدقه کنید و خداوند از هر نیکی که انجام بدهید آگاه است. سوره بقره آیت 215. از این دو آیت صریح قرآنی و نیز مقررات منبع‌های دیگر شرعی معلوم می‌گردد که موافق شریعت اسلامی صدقه نافله یعنی صدقه غیر زکات بهتر است پیش از همه به افراد زیرین داده شود. یکم، نزدیکان و خویشاوندان از جمله پدر و مادر و فرزندان که در زیر سرپرستی شخصی باشد. دوم، یتیمان و بیپرستاران. سوم، مسکینان یعنی محتاجانی که برای رفع احتیاجات زندگیشان چیزی ندارند. چهارم، مسافران یا کسانی که در راه مانده اند و از مال خود جدا اند. پنجم، گدایان یعنی طلبنده ها یعنی کسانی که از ناچاری گدایی و طلبندگی می کنند. ششم، خرج صدقه برای آزاد کردن بندگان و اسیران. ولی امروزها خدایهای تاجیکی اکثرا به کسانی صرف می شود که از جمله اشخاص ذکر شده نمی باشند بلکه مالدار و ثروتمند می باشند. از همین جهت مراسم هایی که از طرف اهل میت برگزار می شود بیشتر حکم یک ضیافت عادی را داشته رتبه صدقه شرعی را آنچنان که شریعت بیان نموده است نمی گیرد. واطلبي ثار الشهيد